وبسایت اعماق، یک منبر تبلیغاتی گروهی دهشت‌افکن به نام دولت اسلامی، نوار را نشر کرد که در آن 4 نفره که به کشتار سیاحان خارجی در ناحیه دنغره متهم می‌شوند به نام ابوبکر البغدادی، رهبر داعش، سوگند یاد می‌کنند. پیشتر از نشر این ویدیو، گروهی دولت اسلامی مسئولیت حمله را بر دوش گرفت. در حمله به گروه 7 نفره دوچرخه سواران خارجی در ناحیه دنغره روز 29 ایول 4 نفر کشته شدند و 3 تن دیگر جراحت برداشتند. در ویدیو 5 نفر دیده می شوند که وزارت امور داخلی صبح امروز عکس های جسد بعضی از آنها را در وبسایت خود نشر کرد. در ویدیو حسین عبدالصمدوف دیده می شود که با روسی صحبت می کند و به گفته مقامات در بازداشت است. دیگری جعفرالدین یوسفوف است که عکس جسد او را در وبسایت وزارت نشر کردند و گفتند که آن هنگام مقاومت به ماموران امنیتی کشته شد. در این نوار گروهی 5 نفره زیر پرچم سیاهی گروهی داعش نشستند و منظره‌ای که در نوار دیده می شود شبیه بلندی در بالای آبانبار نیروگاه نارک است. ویدیو را روز 31 ایول نشر کردند. در همین روز دادستانی کل تاجیکستان گفت که در رابطه با حمله به علامت‌های تروریسم و آدمکشی پرونده باز کرده است. دادستانی گفته است که در محل حادثه هنگام حمله 6 نفر بودند و حمله‌وران پس از با ماشین زیر کردن دوچرخه سواران خارجی با آنها با کارد و تبر حمله کردند. در نتیجه 4 نفر شهروندان خارجی از جمله 2 آمریکایی، یک شهروند هلند و یک سیاحی شویتزاریا کشته شدند. وزارت امور داخلی تاجیکستان از این پیشتر با نشر یک بیانیه مخصوص گفت که در نتیجه عملیات برای بازداشت متهمان به حمله 4 نفر آنها کشته شدند و 4 نفر دیگر دستگیر گشتند. وزارت گفت که فرمایشگران حمله عضو فعال حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان است. دادستانی کل هم گفته است که گویا حمله را با فرمان قاری ناصر، یک عضو فعال حزب ممنوع نهضت اسلامی انجام دادند و هدفشان خللدار کردن ثبات و امنیت در تاجیکستان بوده است. در واکنش به اظهارات وزارت امور داخلی، ریاست این حزب با پخش بیانیه گفت که اتهامات دست داشتن این تشکل سیاسی به حمله بی‌پایه و غیر منطقی است. در بیانیه آمده است که تاجیکستان اعتراف اجرا کنندگان این حمله را نادیده گرفته از وجود و فعالیت‌های برخی گروه‌های تروریستی استفاده سیاسی می‌کند. در بیانیه وزارت همچنین آمده است که آنهایی که در حمله دست دارند در دانشگاه‌های ایران تحصیل کرده و اصول‌های خرابکاری را در آنجا تمرین گرفته‌اند. وزارت امور خارجه ایران ادعای دست داشتن در حمله به سیاحان را رد کرد.